کباب پیاز و کباب گوجه میخوایم با هم دیگه درست کنیم تو خونه. البته شما اینو رو منقل هم میتونید درست کنید، ولی ما چون تو خونه میخوایم درست کنیم توی فر درستش میکنیم. خیلی خوشمزه است و خیلی خوشتون میاد. به گوشتتون فقط و فقط نمک و فلفل سیاه میزنید، نصف یه نون بیات و قسمت‌های برشته شدهش رو جدا بکنید، نیم ساعت توی آب بذارید، بعد نون رو بچلونید تا آبش کاملا بین بره، به گوشتتون بزنید و ورز بدید. پیاز و حلقه‌ای اینجوری که دارم نشون میدم برش بزنید، نه خیلی باریک نه خیلی پهن. دستتون رو حتما توی آب بزنید به اندازه یه ذره گردو بزرگتر. گوشت رو بردارید، ورز بدید با دستتون و اینجوری لای پیازا بذارید. بعد پیاز بعدی و گوشت بعدی و همینجوری ادامش بدید. موقعی هم که میخوایم با سیخ کباب درست کنید دقیقا همینجوری باید درست کنید. گوجرم همون شکلی مثل پیاز درست کنید و بعد وسطش رو میتونید فلفل بریزید اگه دوست دارید فلفلتون بریزید و در آخر روش نمک بزنید. فرتون رو از قبل گرم کنید، دمای 200 درجه، حرارت از بالا و پایین و تمام.